من؟ چون که کلتاکیلاس را یگانه پلیسی که دستگیر کرده بود تو بودی. من آدمی قانون هستم. یک حیات تو بر این آدم ها را به محبس فرستانیدم. چرا برای تو کار میکردم؟ باز با کلتاکیلاس؟ اگر خواهی بچه‌هات رو تا نزد درآمدگاه محبس برم. چشم مرا با همین خیل افسانه هایت میخواهی ترسانی؟ ببین، با تو تکلیف میکنم که هرگز رد کرده نمیتوانی. چی بوده است؟ یا خدایا، اینها در آن چی گپ زده ایستادن؟ اگر به سر اونال پرونن هم به من کار نمیگیرن، با او چی تکلیف میکرده باشم؟ به محبس رفتن نمیخواهد این دیوانه. ببین اونال، اگر تکلیفم رو قبول کرده 1 سال برای من کار کنی، آخران وظیفه‌ای که به تو میدیم کلتاکیلاس رو کشتن است. او رو که کشتی، در خارجه برایت صورت حساب شده و شناسنامه نو میدی و با این شناسنامه نو زندگی نوت را آغاز میکنی. تمام، قبول میکنم. اما بعد از 1 سال کلتاکیلاس از آن من میشود. فهمو. کلتاکیلاس رو بیارید. اونال تکلیف ما رو قبول کرد. چی؟ 1 سال برای ما کار میکنه. قبول کردی؟ دیوانه هستی تو، چی درد داری؟ چرا قبول کردی؟ برای من تکلیف کردن که رد کردن نتوانستم. اونالی ابله. اولین وظیفه هاتون. مونالیزا گفتی؟ این رسم برای یک نمایش مخفی به استانبول آورده می شود. نه، کسی از این خبردار نمی شود. تنها آدم های مخصوص با دعوتنامه آن را دیده می توانند. بعد آن را دزدیده به من میاری. عجبا، شما چه ها گفتنتان را میدونید؟ این چه کار است؟ من به محبس برگردم خوبتر از به این هم. اگر این کار را کنم به محبس برمیگردم. اون طرفش رو شما میدانید. کار همین است. دزدن این است و رود. من او را غم میدهم. درست میگوید، او مرا غم میدهد. این با من نباید. خوبترش او را به محبس روان کنید. من خودم تنها میدزدم. تنها میدزدیده است. تنها ماشینی ورزشی دزدیده میتوانی. پسرم، این کار از کارهای میکردگی تو بزرگتر است. این کار را من خودم تنها میکنم. نه، تو به دیوار برآمده به درون در آمدن نمیتوانی. میستی تو بر اینها تنها گپ زدن میتواند. تو چی ها میگویی؟ درو میگویم. مگر اول یک به افتت نگاه کن. یا خدای مهربانی من، تو مثل کمیسری هستی که از قانون میگریزد. میفهمی یا نه؟ تو چی میگویی؟ سرم را ویران نکن. اکنون سفسطه را بس کن. تو پلیس نیستی. در گپ زدنت با دقت باش. دستت را گیر. گپ زنم چی میشود؟ جناب، شما باوری دارید که هر دوی آنها یک جا کار کنند؟ دوستی بزرگ از نفرت زیاد آغاز می‌یابد.
باور میکنم چقدر معجزه‌ای زیبا کرد. رحمت که جوهر، خدا از شما راضی در باشه. حقیقت شاگرد رحمتی دامولا بودند را اثبات کردی. خوش به حالت هجری. مرا خرسند کرده دمک خلیل، خدا از شما راضی باشه. ماشاءالله ماشاءالله. مرا بینید؟ این استاد احمد کجا رفت است؟ با خدا هیچ خیلی معلومی دینای آلی معروف تام نشده خیز بر رفت. به عقل چیه؟ یا خدایا تا با هیچ چیز رشان نفهمیدم. با این استاد احمد از دامولازیا یک سر علم هم نصیبش نگشت است. این چی خیلی خود است این؟ شام بخیر که کنم. شام بخیر برادرم هجری. زبانت خسته نباشد. قصه پیغمبرمان حضرت یونس را چقدر زیبا نقل کرده ها؟ استغفرالله که کنم، خدا از شما راضی باشد رحمت. ماشاءالله. نومت هجری بوده؟ بله. برادر عزیزم، امری معروفی خوب کردی، دهانت درد رو نبید. رحمت، خدا از شما راضی باشه. من میرم مگر خود یک جا رو بید. خدا دعای همه ما رو قبول کند ان شاء الله. آمین یا رب العالمین. جنابی کانون، شام بخیر. تشکر زیاد. شام بخیر. مالش خوب. راحتان سفید. ماشاءالله. تماشا شده که بچه ها، من باید هجری را خاندار کنم. خداوند با من لطف کرده، شفا میدیم، خوب میشوم. بعدم بانو را بزنی بگیرم. اکای کانون ما اینجا بیزن بگردیم و شما هجری را خاندار کنی خیلی نمیشود. چرا نشود؟ خاندار شوی برکت دارد. هجری محترم بر این بچه چرا از برکت محروم؟ خیلی میلش. اکه کنون برای آنکه هجری خاندار شود اول باید از سوالهای بی‌معنیش خلاص شود. دمت رو گیر. با کاری خیر و مبارک نخندید. من هجری را خاندار میکنم. باز با دختری حسنی دیوانه میدونم. حسنی؟ با دختری دیوانه حسنی؟ بله، اعتراض نکنید. رفتیم پگاه برای خوزگاری به خانه حسنی میرویم. رفتیم. دیدی کی رو میگوید؟ ایگم شم. لعنتی، از پس تو چیزهایی که بسرم نامد. باز از پس تو شده من دوز میشوم. کار را ببین بسرم چی ها آمد. همه چیز را دویمش هم هست اونم حیات است. از پس تو شده حبس شدم، از وظیفه ماندم، حاضر باشد دوز شوم. من خواستم که از پشتی من بیایی اونم. اکنون شاد هستی؟ چه خیلی از پسند نمیشدم. من پلیسم، پلیس. حالا هم پلیس هم میگوید. اکنون تو پلیس مالیس نیستی اونر. اصلیش رو که گرفتید و جایش این نسخه را میگذارید. این رسم مونالیزا بسیار پرقیمت است. با دقت باشید ضرر نبیند. دعوتنامه های نمایش به نام شما روان کرده می شود. نه برای کار. چی خیلی یعنی؟ از راستی میدوزدی؟ به من چخیل دروغ گفتی زهرا ها؟ بابا جون، من دروغ نگفتم کو، فهموندم کو. احمد شمشک خواسته است که با من واخورت خواهش کرد تنها صبحانه خوریم، همش همین. به من دروغ نگوی. باری دیگر اگر کلتکی به این هم من دوست داشته دارم. کریم، چند روز پیش من در خوابم گپ زده بودم کو. انا همون کریم بابا جان. کریم وای کریم، این کریم. زهرا سفسطه گویی را بس کن. تو کی را فریب میدی ها؟ استغفرالله گوید بابا جان، این خیلی نیست. من فریب نمی کنم. مرا باور نمی کنید همین خیلی نه بابا.
مایلش خوب. من این خیر باشد شما رو با کریم شناس میکنم. خودتان خواهید دید. بین زهرا، من اینو آن را نمیدانم. تو را آخرین بار آگاه میکنم، اگر کلتک لس را بار دیگر همراه تو بینم او را میکشم. فهمیدی؟ مثل جین همه چیز رو میداند. چیکار کنم؟ کنی گبزن؟ ای به شرف یک بران دختر چخیل با تو دوست شد. کنی گبزن؟ سبحان شد. تمام میفهمونم همه شو. آروم شو. ایستو نگریز. این را ببین جناب اونر، تو سالهای دراز از پس من دویده پیش کردی. دوست گفته تو را به محبس میپرتایم میگفتی. حاضر باشد آمده با من برای دزدیدن یک مصوره رفته ایستاده. ای اونل، این کار برای ما نیست. بیا حالا که امکان است از این کار دست کشیم. چقدر آدمی نافهم هستی ها؟ تو چی اینقدر ترسیده ایستاده ای؟ کسی که نداند فکر میکنه که بار اول میدزدی. این کار دیگر است. حاضر ما برای دزدیدن مصوره میریم که محافظی زیاد دارد. غیر امکان است. کله از من نمیدزدم. آخر تو میدزدی، من نظارت میکنم. نظارت میکرده است. ای قربانی نظارت های تو شوم. تو این رسم را نقض بدار. من دیگر از تو هیچ چیز نمیخواهم. شد تمام، من میدارم. چیکار میکنی؟ چیکار کنم اونا؟ خنک خوردم. کار همیشه گیم را میکنم. یک کل از پلیس یا اون کس میبیند آزر؟ این خیل میشود مگر؟ ما کمیسر اونال را با تاکسی به خانهش روان میکنیم. ای خدایا توبه. زود کمی منتظرمان کرد تا قطع کن جناب اونال. یعنی تو دیوانه هستی. یعنی سوار شو. کنی گبزن بگو چیکار کردی دختر رو؟ گبزن. دیوانه هستی تو مگر؟ دیوانه؟ دختر ما رو انتخاب کرده باشد ای من چی؟ قهرت کرده؟ او تو برای این حیوان رو چه خیلی انتخاب میکنه؟ کنی گبزن. کن مرا دیوانه نکن. انا پلیس آمد. چی گفت جنجال داره شما؟ نه مشکلی نیست. با رفیقم گفتگو داریم کمتر. تشکر. شما بخیر جناب پلیس. مرا گوش کن سبحان. دیگر این خیلی کارهای بی‌عقلانه کرده. مرا دیوانه نکن. رفته در ساعت را خوان. خیلی شد که من و سینا رو تو ناراحت میکنی، اما من با پلیس شکایت نکردم. شمانم نکن. ای مردک با این راه نرو. در این راه پلیس هم هستند. یا خدایا چه ترسیده ایستاده ای؟ در برمان یک کمیسر کلان نشسته است. ای ابله باز مرا مسخره میکنه ده. در این راه پلیس هم هستند بگویم. نه تو خاموش باش، همش رو من خودم حل میکنم. ایلش ای مردک به تو میگویم پلیس هم هستند. چرا باور نمیکنی؟ ای بچه آخر من به تو گفتم که پلیس هم هستند. ایستا پلیس ها رو نمیبینی؟ نه تو گپی خنوکت رو زدی. انا بین رو برای من پلیس ایستاده است. ای من تو رو تمام تشویش نشو. شناسنامه ها را نظارت میکنن، دیگر کاری ندارن.
شام بخیر. شهادتنامه رانندگیت رو به من ده. البته شهادتنامه و شناسنامه. نتوانی روی. شام بخیر. خسته نباشید. مرا گوش کن. من تو رو آگاه نکرده بودم ها؟ با تو نگفته بودم که بابایم فهمد و میخورد او را میکشد. چی ها میگویی تو ها؟ گویا همه فکر و خیالش در زیو است. تو رشک میکنی که زیو مرا دوست میدارد. دردت همین است. سفسطه نگو زهرا. تو بابایم را نمیشناسی مگر؟ احمد را نپرانده بود تکرارا نپراند. نمیفهمی تو؟ ملیس جان، من او را راضی میکنم. فهمیدی؟ او را باور میکنم که دیگر دوستش دارم. یا خدایا دیوانه میشوم. زهرا تو دیوانه هستی. بابایم باور نمیکند مگر نمیفهمی تو این رو؟ باور میکند. گوش کن زهرا. احمد اگر ضرر بیند تو را دفع میکنم. برا اونال کنی زود برا. از پشتت شده دستگیر شدیم. من به تو نگفتم که به این رو نرو. اوف. سفسطه گویی رو یک سو گذار. پروا نکن. باز نجاتت دادم. تا وقتی که من هستم تو نمیموری. اونال پروا نکن. ای کتکیل است. من به تو نگفتم که به این رو نرو. دیدی که دستگیر شدیم. یک مراتبه شکر کن. یک بار تشکر بگو. به خدا دندانت نمیشکن. چرا تشکر گویم به تو؟ زندگیم رو تیره کرده بشرف. تو باید از من تشکر کنی. دعا کن که تو رو نکشتم. حالا هم میکشم میگویدم. اونال بیا مانی. اکنون یک جای کار میکنی. تو باشی چی کار میکنی ها؟ از برای خدا من با تو چی خیل کار میکنم. چی خیل همکاری؟ با تو یک دیگر فهمی کردن غیر امکان است. در فکرش هم نیستم. خیره که جان من خواب دارم. تو به خانه‌ات رو. من تو رو زنگ میزنم. به خانه‌ات رو. اونال از برای خدا چی ایستاده ای؟ به خانه‌ات رو. به خانه‌ات رو. نمیفهمی گپ؟ چی خیل به خانه میروم؟ این خیل باشد مهمان خانه رو. چی خیل مهمان خانه؟ بیاق. اگر پول نداشته باشی از من نپرس. من هم ندارم. مرا میدونی که از کارت استفاده کنی رو نقد نمیبینم. برای همین تو رو یاری دادن نمیتوانم اونال جان. ایانتا برد. چی آنتا؟ مقصد داری که مرا در مهمانخانه پلیس دستگیر کنه؟ همین خیلی؟ این چه علاقه دارد خدایا؟ این خیل باشد و مهمانخانه با شناسنامه ساخته در این کارها رو نمیدونی مگر؟ کمی سرت را کار فرما. خیر شب بخیر. سمی خیز و اتاقم بیا با تو گپی دارم. سمی خیز بیدار شو. گپ زدن لازم. یه رو از بالوی سرم التماس غم نده. سمی خیز. خدایا امک اکرم؟ بله امک اکرم. بخیر است؟ بخیر. به اتاقم بیا با تو گپ دارم. زود باش. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا بخیر باشد. و این در چی شده باشه؟ چرا شده است؟ ای اونال اکا جان رو از اینجا چرا آمدی؟ با کجا میروم؟ من همینجا میمانم. از اینجا دیده جای امن نیست. یا خدایا برای تو امن باشد برای من امن نیست. شب خسته مرا کشته میتوانی. در اینجا خواب رفتنت ممکن نیست. چی شده؟ ترسیدی چی؟ ترسیدی؟ آدم مگر از همکارش میترسه؟ چی خیل همکار؟ از سابق دشمن همکار پمکار نمیبراید. هر وقت تو هر کار کرده میتوانی. برای همین اینجا نمیمانی. رو از اینجا. آموخته شب کلدکیل است.
عادت کن شاگردم. چی گپ است؟ این در را تو شکستی؟ چرا من شکنم؟ لیوین شکست. چی؟ کدام لیوین؟ لیوین در خانه من چیکار میکنه؟ این دیوانه چیکار میکند اینجا؟ من تو رو بستم کو، او رو نبسته بودم کو. شغال، من تو رو زنجیر کردم. لیوین که آمد تو لیوین رو بستی اینجا. عیب شد به تو میزیبدی. بین این در حقیقت آدمی قانون است. این خیل میشود مگه؟ خیلی گپ را دراز نکن. او را کشاده و بیرون پرتا. چی میگویی؟ کشا او رو و بیرون برده پرتا. باز از کارهای من استفاده میبری؟ یک لحظه از برای خدا اونال کمی هم باشد از کار خودت استفاده کن. کار خودت را کن. میفهمی؟ تمام ویر کرده سرم را گران نکن. گپ را دراز نکن. خسته من رفته در اتاق تو خواب میکنم. تو باشه اینجا خواب کن. خیر شب خیر. من رفتم. یا خدایا کارش رو ببین. باز با اتاق من میدرد خانه خودش بریم. یا خدایا من حاضر این را در این وقت شب این رو چیکار میکنم من؟ اوف. کریم جان خوبم. تو خودت خوب هستی؟ کریم جان پگاه با من واخورده میتوانی بعضی از مسئله ها رو صحبت باید کنیم. گپ تلفنی نیست. اونجا گپ میزنیم. تمام. تشکر زیاد. تو بازید. این کار رو ببینن. از اینها میگریختم. حاضر در خانم هستم. یکی در اینجا دیگری در داخل. باورم نمی آید. من در کجایم؟ من در کجایم؟ پروا نکن برادر. در خانه بیگانه نیستی. در خانه احمد شمشک هستی. احمد شمشک؟ تو هستی؟ بله منم. من در خانه تو چیکار میکنم؟ سردار ما رو در اینجا زنجیر بند کرده بود. با یادم اومد این کاری او است. میکند به خدا میکند. او دیوانه است. همه کارو میکند. اما یک چیز رو من نفهمیدم. سردارم رو در اینجا کی زنجیر بند کرده بود؟ وقتی که من داخل خانه شدم دست و پای سردارم با زنجیر بستگی بود. درست میگویی. درست. من زنجیر بندش کردم. به خانه زده در آمد. مثل که او از کجای گریخته آمده باشه. ضررم میرساند. من هم مجبورا میبخشید او رو زنجیر بند کردم. کما جان احتیاط کنید که سردارم روزای اخیر بسیار دیوانه شده. بله بسیار خطرناک. من پایت رو بکنم کشایم. مرحمت جناب. رحمت برادر. بیز بقب اومد بخیزم. سرم با خدای کش نگیره تاب میخوره. درمو جای خواه خودت احمد جان کمتر خواه کنم بخیر بیام بند میده میرم. نه یعنی مرا ببخشید. وای مرا ببخشید جناب لیوین. در داخل مهمان دارم. عیب میشود مهمان خواب است. فهمیدم احمد جان فهمیدم. شو من طاقت میاری ها؟ یا خدایا این چرا فهمیده باشد؟ شاید این به عقل فکر کرد که به خانه دختر آورد. خیلی احمد شمشک من به خانه میروم لیکن با دقت باش. از اونل به عقل اگان خبر شد در با من در تماس شوید. من او رو باید دستگیر کرده با محبس روانه کنم. فهمیدید مرا؟ تمام چیزی شود حتما خبر میدن. گپ نیست شما. گپ نیست. شیرین نری بخدا. تشکر. آشنا تو چیکار کرده ایستاده؟ اونال رو نجات دادم اما برای او خوبی فایده نمی کند. فرصت یابد مرا میکشد. چاره اش را دیدن در کار. گوش میکنم اما اکرم آمدم. کلتکی لاس را میپرانی. نفهمیدم. کلتکی لاس را میپرانی گفتم. نبیره هایم را رها نمی کند. تا وقتی که او زنده است من راحت و آرامی ندارم. از پگاه سر کرده زهرا را نظارت میکنی تو. کلتکی لاس را که در بری خانم زهرا دیدی او را میپرانی. چی کار میکنم؟ میپرانی. شد اونال آدمی تو رفت. این رو ببین که ها باز خوابش برده است. یوفه به این نباید باور کرد. در را قفل کنم چی؟
خیر کشادمانیم کاری نمی کنن. یا خدایا. میپرانی گفتم نشونیدی؟ اما که اکرم من نفهمیدم، یعنی من کی رو پرونم؟ کلتکی لس را. من تو پرونم؟ بله سمی، من غیر از تو دیگر آدمی باوری ناکی ندارم. ترگود آدمی سقراط برآمد، سگ دو جانبه بوده است، اما بلا به سرش آمد، مرده رفت. سمی لطفاً کلتکی لس را کش. اما که اکرم من هم مثل شما از آن ابله کلتکی لس نوبکار نفرت دارم، اما من آدم نکشتم، من قاتل نیستم. سمی اگر او را پرانی شرکت نصفش از تو می شود. در کجایش پرانم؟ در پیشانیش. مشکلی نیست. خوب، اوکی، خوب. واو. این چیست؟ سلاح. اینش صدا پس کنک. صدا پس کنش خوبه البته. بی صدا و آرام حل میکنه. تو شیری نرستی. غالبت مبارک باشد. این مصور رو با رسم حقیقش ایواز کرده، حقیقیش رو گرفته، از اون بینا چه خیلی برای من عقلم نمیگیره. گرچند این مصور رو افسران فرانسه محافظت میکنن، مونالیزا رو برای خارجه برآمدنش مگر اجازت میدین؟ نه که ما از پس چی هستیم نفهمیدم. جناب معذرت میخوام، اما با ما این رسم مونالیزا چی در کار است؟ راستگم نفهمیدم. ما با رسم کاری نداریم. برای ما کد مخفیه که در اون رسم است لازم. فهمیدم جناب. راحت به آخر رسید به شرف. من تو را میکشم. بیمار مور اکنون تو را میکشم. میکشم.
کشتم؟ کشتم کشتم آخر کشتم. وای لعنتی بشرف، تو ما رو چقدر عذاب داده بودی. خدا همه گناهات را بخشد. اونال با کجا می روی پسرا؟ من صدا را از غیب می شنوم. تو نمردید؟ من نمردم نه، اما شاید تو مرده باشی. نمردم، زندم، نمردم. باور نکنم نه، در حیات به همه چیز اینقدر سخت مطمئن نباش. ای بشرف، اینقدر وقت زیاد نفس نکشیده چه زنده ماندی؟ تو این گپا رو یک سو گذار، این سیری کار من است. ای لعنتی، مرتبه دیگر این سیری کاریت هم نجاتت نمیده. سیری کاریم را اگر میدانستی حاضر برای کشتن من از خوابت نمیخستی. اونا بالشتت را گیر گردنت شخ نشود. شب بخیر. شب بخیر. خوابهای این دیسکی به تو نیست. آرام باش. اکرم چرا این وظیفه رو به من دادی؟ چه آدم میپرونم؟ این خونه است؟ برادرم، برادر جانم، تو را کی کشته است برادرم؟ تو را کی کشته است برادرم؟ چی گفت شد؟ این چه خانه است که یک بریده هم نون نیست؟ مرا هم میکشی تو اکای اونال؟ تو دیوانه هستی؟ گوشم چه کار میکنی؟ نمانده تی خواب کنم. برادرم تو نمردی؟ چی خیل مردن؟ به عقل چی خیل مردن؟ اونال تو را نکشته بود مگر این خون چی است؟ کار دیده است او چی معنا دارد؟ تو چه میگویم؟ دیوانه هستی تو، خاموش شو. یا اینکه هر دویتان یک جای شده ما رو میکشید؟ او به خدا داد میزنم یارید یار داد نزن به عقل. چقدر کشتن؟ بزن کلش رو کن. انشالله بخیر است کریم جان. چی کار میکنی؟ شاید آدم های گفتت از پسمون نظارت دارم. این کی است؟ زهرا دوست داشته نمیافته از چی؟ کالتاکیلاس رو چی شد؟ کالتاکیلاس اگر
آماده کردم. در خانه نون نیست. یک نفر ما رفته بیارد. چی مرا نگاه داری؟ خودت برا بیار؟ چرا من میرفتم؟ خدایا توبه. فقط من برم بیارم. برای بر تو. خاموش شو. خیرونم خودت رفته گیر. صبحانه را من آماده کردم. شما رفته بیارید. اونال آدم یک کار کرد تا آخر همون کار میکنه. چی به امیدیمون میشه؟ میکشم. خیمه به امینم خودم بیرون رفتنی بدم. زود باش. به من نگاه کن. از نانهای با لذتش بگیر. نانی دیدانی؟ گم نیست. خزد باش. اما تیفلم بزن تا آمدن من چای بجوشه. زهرو جون تو در اصل دوست داشته نداری همین خیلی؟ یک کنو درست فهمیده رشک برد باز با سرمون بالا نشود. نه جانم چی خیلی دوست داشته؟ ندارم دوست داشته. ببخش. لبای جانم چی خیل هستی؟ تو رو یاد کردم. من هم خوبم. تو چی حال داری؟ این نپرس زهروی. مونالیزا دردی سرم شده. مونالیزا کیست؟ زود به من بگو. اوف زهروی. زنی که در عصر 16 زندگی میکرد با او هم رشک میکنی؟ در عصر 16 تمام جنابی زیاد تمام. من این مسئله رو دیدم میبرایم. جناب گفتی؟ بله جنابی زیاد. رسم مونالیزا رو از نظر میگذارانم. چه گفته ایستاده؟ همراهت کسی هست؟ بابایا در نزدت است. امشب برای دیدنت میآیم. با خبر باش. جنابی زیاد نمیشود. این بگاه یک مجلس مهم دارم. من به تو گفته ایستادم میآیم. نمیشود جنابی زیاد جان. من حالا دیزاین رخت خوب شما رو تمام نکردم. اگر تمام کنم به شما خبر میدیم تا باز دید. بابایت مانع شدن نمیتواند. امشب برای دیدن تو میآیم. حالا هم یک چیز رو نمیفهمم. تو میدونی که فرانسوس ها رسم مونالیزا رو به خارج نمیبرند. من چی میدونم اکا؟ این کار ثروتمندان است. من هم نفهمیدم. گوش کن. یا اینکه اون رسمی که میدوزدیم نسخه نباشه؟ نسخه از ساخته است. برای من فرقی ندارد. کاری ما دزدیدن. مهمش ان همین است. این شام رفته مکان مصوره را از نظر میگذرانیم. آماده باش. سلام علیکم خوشبروتا. شما براحت باشین. من از صبحانه را میارم. رحمت. در جمعونم خالی نسوده بود. میدوزدیم. کاری ما فقط همین است. صبحانه آماده شد. مرحمت. معلمه بانو از شما یک خواهش دارم. بفرمایید. برای یک برادر خواستگاری بروید. خواستم شما هم با ما روید. اگر همراهمان یک جنسی لطیف زیبا مثل شما رود مرا بسیار شاد میکردید. متوجه نشدم جناب. معلمه این کاری خیر است. ما را نرنجانید. لطفاً بیاید همراه ما روید. خوب مایلش. مرحمت معلمه. تشکر. صبح خیر همش یک طرف است. باران با این رسم مونالیزا چیکار دارد؟ گران کردی اونال. من چی میدونم؟ به نزدش که رفتیم خودت میپرسی. دستگیر نشویم میپرسیم. البته تو هیچ پروا نداری. یعنی پروا ندارم. من اینش را فکر نمی کنم. من کاری را که از من میخواهن آن را میکنم. بقیهش را هیچ فکر نمی کنم. پروا ندارم. به من چیه خدایا؟ هی بچه همین صبحانه را میخره اینو که بخیزیم برای ما اینجا بگیری؟ چنگک ها کجایند پروفسیونال؟ ویلکا بگو برادر. چنگک میگی خیال ماهیگیری میره. به اقربی. مونالیزا؟ چی؟
مونالیزا خیلی مونالیزا چی شد؟ کدام مونالیزا؟ شوکت بچه چی دیونگی دوری ارده؟ تو مونالیزا را سوزاندی به عقل. مونالیزا چیه بو؟ تو چی کار کردی به عقل؟ مونالیزا را سوزاندی. این مونالیزاش کیه؟ برای یک رسم بیزیب شما هم نکی دتگی اونه میموندم از خالین میسوزاندی شوکت. خالین را میسوزاندی و این رسم را نمیسوزاندی. ابلهی لعنتی. اوفه یک کمی بادی خد باش. سلام علیکم آقای کنون. علیکم سلام. استادم رو ندیدید؟ باید یک سوال پرسم از او. استاد اینجا نیست، امروز نمی آید. ما با تو کار داریم اجری. چه خیلی کار آقای کنون؟ کاری خیر، یعنی تو رو خانه‌دار میکنیم. چی ها میگویید شما؟ تو رو خانه‌دار میکنیم پسرم. آخر سن سالت گذشته استاد است، وقتش رسیده است. چه خیلی که خواهید بگذار همان خیلی شود، اما من باید از استادم یک سوال پرسم. سوال ها نمیگریزن اجری، سوالت رو بعد میپرسیم. این کاری خیر است، کاری خیر منتظر نمیستد، همین که نه. مایلش آقای کنون، چه خیلی که شما مناسب دارید. اکا چی پرسم؟ همینجوری چی گناه داره که دختری حسنی دیوانه را میتشه؟ دیگه دختر نیسته؟ چی عیب دارد دختری حسنی دیوانه؟ این رنگی بخی نوچور تباشکی یک سرویرون ای دیوانه با حسنی دیوانه خانه‌دار میشود، با دخترش خانه‌دار میشود. اگر اکای قانون گفته ایستاده باشد در این کار حکمتی است. این خیلی فکر کن. حکمت؟ بخشش و دختر با پسر شناس نیست مگر؟ وا خورده شناس میشوند، آن طرفش آسان است خانم بانو. کنی را گردید میرویم، زود باشید. رفتید یه بعدی تو. اونا همین مردم از 16 تا به حاضر همین رسم نگاه داشتن. همین خیلی این یه زنه که خشور نیافتن. این افتی را بین نه خوش داره نه میجه داره. نگاه کنی رازی خشورش میکنه، کمتر خوشش سیاه کنم خشور میشه. با خدا برادر نه خشورشی قاش نداشت، اینه قاشش کشیدم، بینیش کمتر کجله بود، راستش کردم. من روش دانچه نداشت کردم، لواش خشور کردم. کنی من ببینم شوکت. اینه برادر بیا ببین. با خدا بسیار زیبا شد، دیگرگون شده است. کنی از نزدیک بینم. مرحمت اکه بین. چله برادر؟ دیدی اونا عجایب هستن؟ کنی بینم؟ با خدا مثل اصلیش است. رسامی هم خواندگی هم. باز نزدیکتر تماشا کنم. بهترین شد. ای بچه مینتو را برباد دادی، رسوا کردی همه. خاموش. از راستی با این خیلی رفیق بی عقل داشتنت زنده ماندنت معجزه است، میدونی ها؟ اما من به معجزه ها باور ندارم. از این بی عقل در حال باید خلاص شویم، وگرنه سرمون رو در بلا میگذارد. چیکار میکنی تو ها؟ سلاحت رو پایان کن. نه تو چیکار میکنی ها؟ چه خیلی چیکار میکنم؟ از یک بی عقل جانمون رو خلاص میکنم. بله درست میگوی، البته جانم را خلاص میکنی از. ای برادر بگو سلاحش او طرف کنه که بمرم گروچوم در گردن ته. خاموش. تمام از برای خدا رهایش کن، آماده شو میریم وگرنه او را میکشیم. کسافت. ها ایزا کشی که اونا پران حیوانی کو. این دو حریف بین 1 ساعت من مهنت کردم برباد بودم.
وقتی خبرکشی هم شد. الو амак Акрам, Зуҳро бо калтакелас наю бо дигар кас вохӯрд. Ман намедонам. ба худо бисёр самимӣ менамоянд, мисле ки шӯхӣ намекунанд. тамом амак Акрам, тамом. оҳо, дар оғӯшгириҳоро бубинам. вай Зуҳроро бубинам. шуд акнун кофис ин қадар оғӯш гирифти туам. ташаккури зиёд. ташаккур духтарам, ба наздики хонадор мешавӣ. раҳмат хола. гап нест вақти як тамошо бисёр зебо ҳасти болача. ташаккур янга. раҳмат духтарам. акнун хабари хушро дода метавонем. ҳусни, бо амри худо ва қавли пайамбарамон дасти духтарат Мирайро барои писарамон ҳиҷрӣ мепурсем. акай канон Мирай ки аст? духтаре ки ҳамсарат мешавад. номашро намедонад? он номашро дониста чӣ кор мекунад? муҳим ишқ бошад, дигараш беҳуда аст. баъдам мефаҳмад номашро. ба ман бисёр некӣ кардаӣ канон. ҳатто як ҷон аз ту қарздорам. туро ранҷондан намехоҳам, аммо ин кор дигару он дигар аст. як духтар дорам ва ногуфта намонад ки дар ин кор талаботҳои худам. албатта ин кор беталабот намешавад. кани бигӯед, ҷавоне ки духтарамро мегирад чӣ ном дорад? домло ҳиҷрӣ. ман ҳиҷрӣ, барои духтарамро гирифтан чӣ кор карда метавонӣ? ҳама корро метавонад. бисёр ҷавони боғайрат аст. ҳиҷрӣ агар дӯст дорад, пурра дӯст медорад, то охир дӯст медорад. ҳаминҷа шароз гуфти акай канон. шуниди ҳусни? бо сухан намешавад канон. барои духтарам мардро ба кала мегирад? албатта мегирад. одам барои ишқаш оташро мехӯрад. мисли Фарҳод ба кӯҳҳо мебарояд, чашмашам кур шавад, бо қалбаш мебинад. чӣ хеле ки мегӯяд, касе ки барои ишқ мемирад, ишқ ана он вақт ишқ мешавад. яъне гуфтаниям ки ҳиҷрӣ барои ишқаш ҳама корро мекунад. бо гап нишон додан намешавад. мисли қурутоб хӯрдан нест ин кор. бояд инро исбот кунад. масалан, аз ин тиреза худашро партояд. чӣ гуфтӣ? ҳиҷрӣ кападудка аз тиреза? бале, худашро партояд ва ишқашро исбот кунад. чӣ гап аст? ин чӣ хел саниши ишқ аст? ҳусни, ту дар набудани ман дар масъалаи талабот бисёр пешраф кардаӣ. оя ин кӯдак чӣ хел худашро аз тиреза партояд? акай канон дар чандум этажем? панҷум. дар якум нестем? ором. ман бо ошиқҳои сохта духтар намедиҳам канон. дар аввал мегӯянд ки ман барои ту мемирам. нохост ягон кори мушкил шавад, тормоз. ман бояд ишқи ҷавоне ки духтарамро ба ӯ медиҳам бинам, бовар кунам канон. агар самимӣ бошад, партофта ишқашро исбот кунад. ин намепарад, чунки аз баландӣ метарсад. акай канон, ман аз баландӣ наметарсам. ҳамин хел нест? бештар напурсидӣ дар ошёна чандум ҳастем? ин хел бошад, силоҳро гирифта ба сараш паронад. кани бинем барои ишқаш чӣ кор карда метавонад. ҳаминаш намерасид. не тамом мепаронам. силоҳатро гирам. акай канон, дидору дар қиёмат. сафсата нагӯ, ором шав. ҳиҷрӣ хта напарон ки духтар ҳезнид бева мешавад. қандашро занад бародари ман. охо чапаронаш чӣ фоида? кани парон, мардиятро бинам. ҳиҷрӣ меган номард бошу зинда бош, фаҳмедӣ? наки кора. ай, ин худаш чӣ гап аст? девона шудаед шумо? ҳусни, девона аст янга. янга гуфтӣ? чӣ? аз куҷо баровардӣ ин янгаро ҳозир вақти ин гап ҳост, девона? кани парон бинам.
این چیکار است که شما میکنید؟ خانم بانو حق است حسنی. اگر این بچه خودش رو پراند عشقش رو اثبات کرده اما خودش میبرد باز دخترت میماند. این کار رو مکسیکگی ها میکنه. کنی بینم اینش اینجا گریه دارد مثلا. میخندیدگش نیست رسان؟ هست کدامش؟ کنی بینم برای ما هم میخندیدگیش هم گریه کنندهش لازم. گریه میکردگی رو میخندانیم. چی کار میکنی اونال؟ دختری آبی رو گذار اینجا. من آلیز رو گرفتم میرویم زود. اوه سلام علیکم احمد جان. روز بخیر. روز بخیر جناب لوین. چی خلاسته؟ چی کار میکنی؟ چی خبرهای نه؟ وای رو پرسیدیم بودم. اونال بود کی بود؟ کمیسر بود او رو دستگیر کرده؟ نه جناب متاسفانه دستگیر نکردیم اما اگر به زیر زمین اگر درآید لوی تو رو به بیرون میبرد. من وعده میدم. تو رو خدا او رو زودتر دستگیر کن وگرنه جان من در خطر است. این رو میدونید کو شما درست میگویید لیکن هیچ پروا نکنید. او رو حتما لوین دستگیر کرده به محبس میکشد. در نزد قانون جواب میگوید. به همین این گپ‌ها جواب میدی لوین. خوب میشد. به خدا رحمت کلان. خسته نباش. تشکر زیاد برای کار شف. ای بیعقل میخوای که مرا پلیس دستگیر کند؟ به خدا اگر میخواستم میفروختم تو را. جناب احمد یگان چی مرا گفتید؟ نه چی خیلی چیز نمیدونم چیزی گفتید به خدا. نه جناب لوین من هم چیزی نگفتم. یعنی وای در میدان کشوت هستیم کو. برای همین سر و صدا ها از هر طرف می آیند. من هم شنیدم. موج دریا ها درست حرکت موجا. روز بخیر. ای بیشرف چی کار کردی سوده؟ یک کمی ایست خدایا. فهمیدی چی خیل بوده از حسیاتی که هنگامی پلیس تعقیبت میکند و تو میگریزی؟ حاضر باگیر است چونون بسرت میزنم بعد میفهمی. کمی خاموش باش. حالا نرفتن نباشد تو را به دست آنها میدیم بعد میبینی. تو کمتر آنجاییست. هجری چی کار میکنی؟ دیوانه هستی؟ عقلت رو خورده ای مگر؟ هجری عقلت رو کار فرما پسرم. نپران. اکای کانون اون ما رو نمیشنود. پریده سلاح رو گیرم. آرام باش. سراسیمه میشود. نافهمیده زر میکند. او را راضی کرده سلاح رو گیرد. هجری برادر برای یک دختر این کارها ارزنده است مگر؟ ما برای تو دخترهای زیاد میابیم. این هجری را بیه در نگاه اول با همین دختری حسنی دیوانه عاشق شده ممری نپرو. چه خیلی عشق نامی دختر رو نشنید کو. هجری سلاح رو پایان کن. هم از استادت نپرسیده نمیشود. یعنی جایز از جایز نیست. این خودکشی میشود. از دنیا قاتل میروی. خدا پناه دهد. با من دست سلاح رو ای حسین نگذران. درست میگویی اکای کانون. خدا از شما راضی باشد. من باید رفته از استادم پرسم. کجا میروی هجری؟ از استادم پرسم. اینجا شین. یک جای میروین. بیا شین. حسنی دیدی اگر این بچه با تربیه نمی بود خودش رو میپران من کفالت بدیم. با یک دیگر میزبند. برای اینها بهتری توی رو میکنم. با دختر صحبت کنن یک دیگر فهمی کنن این کار حل میشود. دخترم این هجری مثل که برای عشقش از مرد نمیترسد اما به خلاصه اینا آمدم. تو چی میگویی؟ چه خیلی که شما مناسب میدونید پدر. خیر چی کار کنیم؟ اقلا این گیریه میکردگش رو گیریم. به ما میدهی؟ 200 لیره بود؟ بفرمایید. لعنتی شوکت کاری کردگش رو با این کارمان بود شود بس. اگر کمی زودتر باش. خیر حسنی مادامی که دخترمان این کل میگوید اکنون فرزندان یکدیگر رو بینند شناس شوند. اول نکاح بسته شود بعد شناس میشوند. نکاح گفتید؟ حسنی چیا میگویی ها؟ چه خیل نکاح؟ او اینها به این هم بعد نکاح با یکدیگر شناس میشوند. یک روی نکن کانون. به نکاح نمیشود. یکی از طلباتهایم همین است. من تو را با این طلباتهایت تمام پگاه مولا را آورده اینها را نکاح میکنیم. کار تمام و سلام. هجری حیاتت سوخت تمام. هنر من کمی کار دارم فهمیدی؟ بیگاه میآیم. به نمایش رفتن نظارت میکنم. تو باشی از اینترنت معلومات دسترس کن درباره آن نمایش. از آن بینا. چی میگویی؟ خودت را مرا باز امر میکنی؟
نل پنهان شو، پلیس میآید. پلیس در کجا؟ آن از اون طرف. لباس عادی دارن. لباس عادی؟ اوه لباس های عادی دارن. پلیس هستن. خدایا پنهان شو خب پنهان شو که ای بیشرف مرا مسخره میکنی ها؟ چی خیلی مسخره؟ آفرین کلتکیل است. میدونی همه خیلی نه؟ آدم به مرگ بسیار نزدیک است. 5 ثانیه برای کشتن شخص کافی است. یا خدایا گفتیم کمی شوخی کنیم، سفسطه‌گویی رو سر کردی. خودت رفتن گیری. برای نکاح هجری ملا لازم. عاجلا ملا یابید. که کنون هجری خودش ملا بچه اگه ملا را بیو. تو چه ها میگویی؟ یابد گفتم یابد. او بچه آواره عشقش است. برای این کارها وقت ندارد. میابیم جناب کنعان، هجری در حقیقت عاشق شد. عشق آید تلگرام نمی آید خانم بانو. آهسته آهسته با وجودتان در آمده عاشقتان میکنه. شما نمیفهمید. بعدا در درون چشمهایش غرق شده میروید. من بسیار حیران ماندم. این خیلی خواستگاری را در خوابم حتی ندیده بودم. یعنی من هم. عشق مثل خواب است خانم بانو. نفهمیدم. میگویم که معلم بانو در مکتب رفته قهوه نوشید. مالش ای دختر را زمستان شده یک کرتای غاز پوشه نماریم به میدی فسانی تو. بیا که بفرمایید خانم بانو بفرمایید. تشکر زیاد. شوکت برای ما 2 قهوه خوب آماده کن که خستگیمون برای زود باش. مرحمت. از یه مدام بیو 2 تا دیگر برای ما. تو باوری داری که آدمی که با زور آوا خورد کلتکیل است؟ نه باوری دارم اما ککرم. وای این سیلاه رو گیرید کمی نفسی آزاد کشم. خاموش باش. کارت تمام نشده است. زورا رو نظارت میکنی اما پما ندارد. در جایش گذار. همین که زهرا را همراه کلتکیل است دیدی؟ شما اینجا چیکار میکنید باز؟ با تو چی؟ با تو باید حسابات دیم؟ ای چی خیلی نباشد میفهمم. خانم بانو برای همراهی کردنتان تشکری زیاد میگویم. مرا خوشحال کرده. خواهش میکنم جناب کنعان، چیزی نیست. اول هجری را خانه‌دار کنم بعدا خودم خودت را میگیرم. من برای تو 40 روز و 40 شب تویی میکنم به خدا. بیا بیا شوکت. تشکر زیاد. خواهش میکنم. زهر بدنتون شده. اوه بسیار خوبه. میتوانی برای شوکت. شوکت اگه کنون نمیشه که من اینجا بیستم خاموش میستم. رب آشخانه را تنها نگذار. زود باش. اگر ما ترا کنعان پاره نکنم نام میگردانم. فهمیدی؟ استراحت کنیم.